هلو everybody، خوش اومدید با یه قسمت دیگه از تحلیل و بررسی سریال‌های ایرانی با سریال گناه فرشته. شروع قسمت 3 یه مونولوگ زیبا داشتیم از امیر آقایی سر قبل مادرش که قشنگ بود. حالا میشه گفت خیلی چطور به تو گیر ندادن بود. خوبه دیگه. چه مادر مثلا میگفت مامان. مادر میدونی نقی معمولی بود سر قبل مامانش. مامان من بدبختم. من خیلی قشنگ بود. من واقعا اونجا اشکم در میومد. ولی مونولوگ امیر آقایی واقعا هیچی نداشت. سریال طنز بود ولی نه مونولوگی که خوب بود ولی خیلی اینجوری نوشته شده خیلی مادر من اینجا دارم میمیرم. این مدلی بود. آره یه ذره هندی طور بود. آره ولی سریال به نظر من افت تدریجی داشت. یعنی من از کجا به کجا؟ من فکر کنم مثلا یکش خیلی بمب بود. من گفتم میزنه میتره کنه. مثلا دوش اینجوری بود که بس مسش اینجوری بود که من یکشو زیاد دوست نداشتم ولی قسمت دوش بهتر شد. قسمت 3 خدا. من یه سوال دارم، مگه خانوما داخل ایران میتونن موتور سواری کنن؟ مثلا گواهینامه موتور به خانوما خود چرا داخل این فیلم نشون میده که مهتاب بیشتر موتور دیگه چون اینا دارن نیویورک زندگی میکنن. کلا این سریال خلاصه میشه توی رنج روور، میتسوبیشی، موتور، پاشنه بلند، خونه باغ، سیگار زیاد. سریال یه برگشتی زده به قبل از مرگ هشیمی، یعنی 318 بود اگه اشتباه نکنم تا اعدام، یعنی قبل از اینکه اصلا اتفاق بیفته اون مرگه. بعد نشون داده که مهتاب به دعوت نوید میره خونهشون و اونجا با پدر نوید یه خوشوبشی میکنن و بعدم با نوید میشینن خاطر بازی میکنن. ولی خب چرا باید بره؟ مگه داستان مگه اون حساسیت رو نمیدونه؟ میدونی داستان چه خوب همین کرم هم هست دیگه. مشکلات نوید و پدرش هم نشون میده دیگه. آره. تو این قسمت خیلی جالبه. منم نوشته بودم تو این قسمت ما متوجه میشیم که نوید هم حتی میتونه انگیزه کشتن پدرش رو داشته باشه. بعد یه جایی خیلی جالب بود، برگشت به مهتاب گفتش که تو وکیل من شو. مهتاب قبول نکرد، گفت برو از عماد مشورت بگیر. حتی نویدم عماد رو قبول کرد. میتونی یه جوری هواییش کنی. برخلاف حرفی که فرشته زده بود که عشیری با من رابطه خوبی داره و اینا، ما توی قسمت دیدیم که نه اصلا اینجوری نیست. یعنی با هم یه کشمکش رو اصلا عشیری متمدنانه و اینا باهاش صحبت نمی‌کنه. کل این سریال داره میگه ریدیم. یعنی کل این سریال این شکلیه. چرا؟ اگه میخواد مثلا یه چیز خیلی مسخره‌ای که داشت می‌بینیم یه ذره فلان باشیم اینا رو خوش هست. چی بود؟ شخصیت بد داستان رو چجوری جلوه کردن؟ امیر عشیری یک فرد پیرمردیه که پول داره و زن جوان میگیره، دختر باز زن باز هرچی هست. حالا مثلا با اون دختر مانیا سر و سری داشت که هنوز رو نشده. بعد وکیلش که متین دفتری باشه اونم یک پیرمرد پولدار زن. شخص خوب داستان عمادی که این کارو نمیکنه. آره دیگه. خب همین میگم بدی داستان رو روی این قضیه جلوه داده. آره. خب خیلی میتونستن حرفه‌ای. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ حرف تو میفهمم. میدونی داستان چیه؟ داستان اینه که عنقا کارگردان تلویزیونی بود، کارگردان صدا سیماست. این هر چقدر بیاد زور بزنه کاملا صدا سیماش بخواد بیاد بیرون بازم همونه. عشیری نشون میده شوگرددی اصلا کلا. آره دیگه عشیری شوگرددیه دیگه. میاد با زن اولشه، اون با اسم دخترش چی بود؟ با فروزان تیپ و تاک میکنه. بعد با فروزان پسرش متوجه میشه با این نفر به اسم مانیا تیپ و تاک داره. شوگرددیه. یا مثلا وکیلش هم به قول تو اونم شوگرددیه. خب آقایی که شوگرددی پولدار خونه و زمینیش به این وضع و مثلا داره نشون میده که خیلی لوکس و لاکچری و ایناست، چرا داره توی سکانسی که مهتاب میاد پیشش چیز میبینه؟ مستانه میبینه، مستانه صدا سیما میبینه. جدی تو به این دقت کردی؟ آره واقعا. من میخوام اینو چی بگم، میخوام ببینم که اینقدر زن عنقا هنوز توی صدا سیماست. یعنی هر جوری میخواد که مثلا مثل ما فکر بکنه نمیتونه مثل ما فکر کنه. یعنی بازم اون شوگرددی با صدا سیما میبینه. یه چیزی بهت بگم، کلیشه خیلی اتفاق میفته. جمله عماد که اتفاقی که قراری بیفته میفته، تو قسمت 1 2 بار بهش اشاره شد، تو قسمت 2 2 بار بهش اشاره شد، تو قسمت 3 هم بهش اشاره شد. یعنی حتی اینکه این زمین بازی فلانیه. من دیگه حالم داره از این جمله من میخوره. آره کلیشه، کلا کلیشه. یعنی به نظر من کاش میرفتی این سریال تو مثلا شبکه 2 نشون بدی، خیلی هم بیشتر جواب میداد. حداقل تلویزیون هم این بحث کساد در میاره.
بعد یه چیزی بین عمو مشفق و فروزان هست. دقت کردی؟ آره یادمه تازه مشفق آفرین. شفیق. آره یه داستان یه سری فامیلیا هست ترانه با هم قاطی میکنن، مشفق و شفیق. آره اینا رو با هم مشکل نداره، کم کم عادت میکنیم. واقعا یه سکانس خیلی قوی داشت، من خیلی دوستش داشتم. سکانس آخر؟ نه، سکانسی که شهاب حسینی یا حامد تهرانی برمیگرده به همسرش مهتاب، میگه تو نمیخوای از این قضیه کنار بکشی و به من میگی کنار بکش، در صورتی که دلایل من برای پریدن داخل این قضیه، جفا رفتن داخل این قضیه از تو خیلی معقول تره، منطقی تره. اصلا چقدر حرف میزنید بابا، 2 تا لحظه بسازین، 2 تا چیز، یه سکانسی. فیلم ایرانیه چه لحظه‌ای بسازین؟ نه اصلا بس دیگه نمیخوام اینقدر. بابا این نوید رفته از پدرش بگه که کلیدو چرا عوض کرد، 1 ساعت داره عشیری صحبت میکنه، من پدر خوبی برای تو بودم، تو اون پسری بودی که بابا یه کلید اومد گفت چرا این کلید ول کنی، دیدن کل گذشته رو با این کلید تجربه صحبت میکنه. نمیخوام شبم خسته شد. بابا من کل فیلم یه جاهایی دستم بود داشتم میدیدم، یه جای دیگه گذاشتم اینجوری کنار، گفتم که مثلا صداشو فقط میشنیدم و برام میسی میخوردم کارامو میکردم. یعنی واقعا این چه داستانیه نمیفهمم، فقط دارم میشنوم، هیچ لحظه‌ای نداره تو تصویر جمع. به خاطر همینه که خیلی تکراری میشه دیگه، وقتی خیلی داخل فیلم دیالوگ بذاری تکراری میشه. الان جمله این جمله رو که من گفتم، یه جمله دیگه هست که حامد تهرانی برمیگرده میگه همه چی معلوم بودن همیشه درست نیست. عمو مشفق میگه همه چی معلوم بودن همیشه درست نیست. مهتاب هم میگه همه چی معلوم بودن همیشه درست نیست. خب همتون این جمله رو دارید. باشه همه چی معلوم بود. یه آدم حالش از این دیالوگ به هم میخوره. میدونی دفعه اولش حامد تو 3 قسمت گذشته مهتاب همش داره میگه که خانواده‌ام از بین نره، خانواده‌ام داره نابود میشه. کدوم خانواده؟ شما چه خانواده‌ای به ما نشون دادید؟ ما فقط یه سکانس از این خانواده دیدیم که واقعا به زور میشد فهمید پدر این بچه که مادر این بچه که، از بس که هر کدومشون یه سمت بودن. ما خانواده گرم و منسجمی اصلا ندیدیم که الان مثل بازیگر بخوایم نگران از هم پاشیدنش باشیم. اون سکانسی که نشون داد سر ختم امیر عشیری، مهتاب میره خونه نوید. خب کنار نوید روی مبل 2 نفر نشسته بودن که بعد اینکه نوید مهتاب از خونه نوید میاد بیرون، یکی از این افراد با یک دنای نکمه‌دادی مهتاب رو دنبال میکنه. درسته؟ اون نفر دومه یک تتویی روی دستش داشته مثل لنگر که قاتل هم نشون داد، دست قاتل رو نشون داده بود. دقیقاً همین. یا حداقل این خاصیت صحنه سازی رو می‌کرد. آره. نه دیگه چاقو هم داشت می‌زد همین. آره دیگه. میگم این صحنه سازیش می‌کرد. در کل میشه گفتش که این قضیه به نظر اینجای سریال نباید نشون میدادن. یه احتمالی هم هست ولی اینکه قاتل نوید و فرشته باشن دوتایی و این آدم که آدم نویده. این آره. حالا هر کی اجرش کرده ولی آدم نویده، یعنی در ظاهر میگه که من آدم تو هم کنار نوید غالبا میشه. ولی این هم میتونه باشه که فرشته و نوید، چون توی آنونسایی که از سریال پخش شده بود ما میبینیم که چیزن مثلا نوید و فرشته هم یه جدن مثلا لاو میترسونن با هم دیگه، مثلا میگه چرا داری با حامد اوکی میشه، یعنی نوید از این داستان ناراحته. نوید و مهتاب دیگه فرشته اتفاقا تو آنونسش انگار داره با فرشته ارتباطی داره. احتمالش هم میره که نوید و فرشته با هم دیگه همدست شدن این کارو کردن. یه تیکه دیگه هم بود توی آخرای فیلم که نوید میره دفتر حامد تهرانی دیدنش. من اونجا کیف کردم، گفتم وای بالاخره این اتفاق افتاد، یعنی بالاخره این دوتا با هم روبرو شدن، یه سکانس خفن می‌بینم ولی خیلی سکانس معمولیه. اتفاقا من نظرم اوجش سکانس آخر بود. نه یعنی من همه جا اینجوری اوکی، ولی سکانس آخر واقعا عشق کردم، یعنی احساس کردم که اون لحظه‌ای که میخوام اتفاق بیفته فقط تو سکانس آخر اتفاق افتاد. فقط جمله‌ای که گفت پدرت یه چیزی به من بدهکار بود، من از تو میگیرم با سودش هم میگیرم قشنگ. میدونی؟ کلا بازیام خیلی جذاب بود. آره. یعنی برخلاف انتظارم شاید خیلی بیشتر بود. برخلاف جاهای، حالا شاید من دیدم اون پایین انقدر سریال پایین بود، اونجا رو که دیدم عشق کردم، گفتم یس دارم یه صحنه خوب میبینم. آروم باش. میگم بالاخره اتفاق افتاد. آره. و این قشنگ بود دیگه. ببین کل سریال که من داشتم پیج تهران لاکچری رو می‌دیدم انگار تو اینستا، دیدی پیج تهران لاکچری رو؟ داشتم اون رو می‌دیدم. به نظرم کاش میرفتید توی استودیو همینا رو ریکورد می‌کردید به عنوان یه فایل صوتی، داستان
صوتی میدادینش بیرون، واقعا جذاب‌تر بود. صداهای قشنگ آوردین و همش هم دارین دیالوگ میگین. من واقعا نیاز به نه این تصویر صدا ندارم. فندک هم همه جا هست، هی این سیگار روشن کن. فقط حامده که یکم جرم داره. سه تا پوزیشن که کرکتر رو میسازن، یکی نویسنده است که درسته. میاد اون شخصیت رو مینویسه، یکی کارگردانه که میاد اونو پیاده میکنه، یکم بازیگره که میاد اون شخصیت رو تو وجودش در میاره. کارگردانو که عملا نداریم، به عنوان کارگردان. شخصیت پرداز هیچ چیزی به شخصیت نداده. نویسنده مثلا 50%، بازیگرا واقعا در سرشون رو میزنن، واسه همینه که شخصیت رو در نمیاد به نظرم. بعد اصلا لادن مستوفی خودش شخصیت ها، نمیدونم دیدی تا حالا تو کار دیگه؟ من البته ندیدم. من توی مصاحبه‌ای که تو دوره حمیداش دیده بودمش، انگار واقعا آدم سر به زیر و خجالتی و آره خیلی بهش به کم زور داره. اعتماد به نفسیه. واسه همین این نقش اصلا بهش نمیاد. در کل که بریم خیلی زیاد دوستتون داریم. لایک، ساب، زنگوله یادتون نره، از همون حمایت کنین، دنبالمون کنین دیگه. گود بای. همین که دوست عزیز. پوزیشن انسانی رو نه حیوانی کاملا. سه تا نقش رو میسازن، کرکتر رو میسازن. بذار بگم میدونی یاد چی؟ دختر کامل آفرین. کارگردان نداریم. سید غیاب این اصلا داره ضبط میکنه ترام، ما چک نکنیم داره ضبط میکنه. یه سری ارواح مزاحم داریم اینجا. چی داشتم میگفتم؟ یادم آها خیلی زیاد دوستتون داریم. اهم